اینا بله. چند وقت اینجا؟ حدوداً 75-6 روز. این چند وقت همش تو چادر بودی؟ تو چادر و بیرون. شرایط اینجا رو یه خورده توضیح بده. شرایط چیش‌ها؟ شرایط زندگی اینجا رو. سرد، خب ترسناک، خب خطرناک، خب اینجوری. چه چیزایی ترسناک اینجا وجود داره؟ از سگ گرفته، عقرب گرفته، مار، دیگه؟ همینجور چیزا. اینجور چیزا. راضی تو این شرایط زندگی میکنی؟ نه، چرا اومدی؟ به خاطر اینکه 2 سال اینجا ما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. مدرسه هم میری؟ چرا؟ چون این مدارکم از ایران نتونستم بیارم و اینجا ثبت نامم نمی‌کنم. الان دوست داشتی تو چه شرایطی باشی؟ الان چجوری زندگی کنی؟ دوست داشتم یه جایی باشم. اول از همه که تو ایران دوست داشتم باشم، ولی حالا که نمیتونم یه جایی باشم که یه خونه خوبی داشته باشم، یعنی داشته باشیم. همین آرامش و مدرسه و اینجور چیزا. چرا از ایران اومدی؟ به خاطر مشکلات سیاسی که پدرم داشتش. بابات زندان هم رفته بود؟ آره. تا حالا تو زندان هم رفتی ملاقات بابات؟ آره. میشه بگی؟ یه بار تقریبا فکر میکنم 8 سالم بود. 5 سالم، ببخشید 5 یا 6 سال، 5 یا 6 سالم بود که رفته بودم ملاقاتیش تو زندان نمیدونم کجا، اوین بود لهجه شهر. دقیقا یادت نمیاد کدوم زندان بود؟ نه. شرایطشو میتونی توضیح بدی یه مقداری؟ یه راهرو خیلی بزرگ و طول و درازی که تاریک بودش خب و هر تقریبا 100 متر یا 150 متر هم یه سوراخ خیلی کوچولویی داشتش با چند لایه توری که یه ذره نور می‌اومد. هیچ هم دیده نمی‌شد. بعد اونجا رفتی باباتو در چه شرایطی دیدی؟ ریش خیلی بلندی داشتش، موهاش بلند شده بود با لباس زندان و دفعه. لباسای زندان چه شکلی بود؟ دقیقا یادم نمیاد چون خیلی کوچیک بودم اون زمان، ولی فکر می‌کنم لباسایی بودش که عکس ترازو روش بود. بعد